اندر ستایش ابو منصور ابن محمد بدین نامه چون دست کردم دراز، یکی مهتر بود گردن فراز، جوان بود از گوهر پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان. وقتی که من با نوشتن این نامه شروع کردم، اون وقت بزرگتری بود، کلانتری بود که پهلوان و خردمند و بیدار و روشن روان بود. اکنون این دوستی که با او گفت که این کار رو بکن، من این نامه رو به تو میارم، این دوست فقط با او وعده همین نامه رو داد. جوان بود از گوهر پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان، خداوند رای و خداوند شرم، سخن گفتن خوب و آوای نرم. مرا گفت که از من چی باید همی، که جان از سخن برگراید همی. بر چیزی که باشد مرا دسترس، بکوشم نیازت نیارم به کس. همه داشتم چون یکی تازه سیب، که از باد ناید به من بر نهیب. و کیوان رسیدم ز خاک نژند، از آن نیک دل نامدار ارجمند. و چشمش همان خاک و هم سیم و زر، بزرگی بدو یافته زیب و فر. سراسر جهان پیش او خوار بود، جوان مرد بود و وفادار بود. چنان نامور گم شد از انجمن، چه از باد سروی سهی از چمن. نه زو زنده بینم نه مرده نشان، و دست نهنگان مردم کشان. دریغ آن کمربند آن گردگاه، دریغ آن کیی برز و بالای شاه. گرفتار زو دل شدن ناامید، روان لرز لرزان و کرداری بید. یکی پند آن شاه یاد آورم، ز کژی روان سوی داد آورم. مرا گفت این نامه شهریار، گرت گفته آید به شاهان سپار. دلی من به گفتار او رام شد، روانم بدین شاد و پیدرام شد. بدین نامه من دست کردم دراز، به نام شهنشاه گردن فراز. خداوند تاج و خداوند تخت، جهاندار پیروز و بیدار بخت. اکنون نفر دومی که به پیاری فردوسی اقدام میکنه و فردوسی در حقیقت شاهنامه را تحت سرپرستی او تقریبا به انجام میرساند. اگر پورا به انجام نرسانده بود، چیزی کمی باقی مانده بود که به انجام رساند. او را در آن دنیای پرآشوب از بین میبرند. و این هم همون پدری ابو منصور ابن محمد که او میگوید باور کن که هرچی نیاز داری تو به من بگو، من هرچی دسترس دارم، هرچی دست من به آن میرسد، آن رو برای حاضر میکنم. ولی میگوید او نابود شد، دیگر من نمیتونستم این شاهنامه رو به او تقدیم کنم، نتیجه کار خودم رو به اون کسی که بر من سفارش کرده بود. من میگه یکی سخن او یادم آمد که اگر زمان تو این شاهنامه رو تمام بکنی که من در جهان نباشم، آن رو تو به شاهی نامور تقدیم. حالا مرا گفت که این نامه شهریار، گرت گفته آید به شاهان سپار. دل من به گفتار او رام شد، روانم بدین شاد و پیدرام شد. بدین نامه من دست کردم دراز، به نام شهنشاهی گردن فراز. خداوند تاج خداوند تخت، جهاندار پیروز و بیدار بخت. منظورش سلطان محمود غزنوی. یعنی از این قطعه برای ما به طور برجسته معلوم می شود که اون روایت هایی که گویا فردوسی زمان به شاه محمود منظور شد و سپارش شد برای نوشتن شاهنامه، سپارش گرفت و شرطنامه هم بست که برای هر یک بیت شاهنامه یک درم، یک دینار میگیرد. اینا طلا، سکه طلا. نگر دروغ، چون که حالا این طوری که از زبان خود فردوسی میشنویم، شاهنامه تیار است، شاهنامه رو باید به کسی تقدیم کند. ولی ابو منصور که شاهنامه رو سرمایه گذاری کرده بود، تا زمان تمام شدنش فردوسی رو از همه چیز بی‌نیاز کرده بود، نیست، در جهان نیست. اگر یک سخن او باید من ماند که گفته بود که اگر تو شاهنامه رو تمام کنی و من در میان نباشم، آن رو به شاهان سپار. که نامه شاهان است. و همین وقت شهرت سلطان محمود عالمگیر می شود. و سلطان محمود هم این طوری که از ما او رو با ستیز نگاه میکنیم در جمعیت اون روزه این و این جور نبود. یعنی اینکه یک دولت زید ایرانی، زید تاجیکی، زید فارسی باشد، نه. اول اینکه زمان دولتیش چه از خودش چه از سلطان مسعود با شاگردان بسیاری که در دربار داشتن 400 نفر همش تاجیکی می نیستن. اون سوری فرخی و اسد منوچهری
کسایی بود. ولی شاهنامه رو بعد فردوسی وقتی که می‌بیند که شهرت محمود عالمگیر می‌شود و از او شاه برتری در اطراف نیست و اونم کم کم ادعای ایرانیت دارد، خصوصا سلطان محمود غزنوی خوشش می‌آمد که او را محمود زابلی گویند، چون که زابل وطن کی است؟ کدام قهرمان شاهنامه؟ رستم، زادگاه رستم. و مادر محمود زابلی بود، مادر سلطان محمود از زابلستان. بنابراین حتی خودش دوست می‌داشت که او را محمود زابلی بود. این یک نوع با او چرا همچه دوست داشتن هوسناکانه کودکانه نبود، بلکه سبب داشت. سبب این بود که نسبت ریشگی ایرانیت و او سلطنت او یک نوع مشروعیت قانونیتی بیشتر میداد. فردوسی دید که سزاوارتر کسی از محمود در این زمان برای بنام او کردن شاهنامه نیست. دو یک چیز دیگر در میآمد. چرا شرط بود که بنام کسی کند؟ فردوسی شرط بود. به این شرط نمیشد. در اون دوره، در اون زمان، اگر یک اثر برجسته به نام یک شخصیت بزرگ اون زمان مربوط نمی بود و از طرف او دعا و فاتحه نمیگیرید، قبول نمیافت و او تصدیق نمیکرد و او رو در آینده این اثر رو از توطئه و دسیسه و نابودی حفظ نمیکرد، ناگزیر دو سرنوشت در پیش بود. یا اینکه کاملا به فراموشی میافتاد، نابود میشد، از بین میرفت، یا اینکه کسی به او اعتنا نمیکرد. هر یک اثر بزرگ بغیر از آن که سپارش کننده در آن زمان تأمین میکرد، کاری اون اثر بود. اکنون از این هم که گذاره، شاهنامه چیزی نبود که با سرنوشت و تقدیر آن بی‌پروایی ظاهر کنه. اون چندین تلاش ها رو، نتیجه چندین تلاش های چند صد ساله مردم، مقاومت چند صد ساله مردم آریایی تبار در برابر تسلط عرب برای جمع گیر کردن تاریخ پراکنده خود که از بین نرود و حفظ کردن نشانه و هویت بسیار رسالت عظیم است و این کار را میکند و این نامه را به نام سلطان محمود میگرداند و به محمود تقدیم میکند و آنچه پایان آن داستانی است که دیگر حقیقت آن را از دروغ آن جدا کردن خیلی دشوار.